امروز میخواهیم داستان افراد یک کارتل خلافکار مکزیکی رو براتون تعریف کنیم که وقتی یه دختر جوان آمریکایی رو برای فروش میدزدن میفهمن که بدجوره لیدن، چون متوجه میشن که پدر اون دختر قبلا یک کماندوی ارتشی بوده که کلی هم مدال افتخار داده. امروز میپردازیم به داستان فیلم شوابنور. در ابتدای داستان مردی به نام شان رو میبینید که بعد اینکه از مرز آمریکا عبور میکنه و وارد خاک مکزیک میشه، ما میفهمیم که اون داره دنبال دخترش میگرده، چون اون به همراه دوستش واسه تعطیلات اومده بودن به مکزیک، اما خب برای 3 روزه که بیخبر ناپدید شده. چند ساعت بعد شان ماشین دخترش رو توی یه پارکینگ مرزی پیدا میکنه، ولی وقتی چکش میکنه هیچ سر نخی رو به دست نمیاره و به خاطر همین فوراً میره به نزدیکترین مرکز پلیس تا این موضوع رو بهشون گزارش بده. ولی زمانی که با تا افسر مکزیکی برمیگرده به اون پارکینگ، میبینه ماشین دخترش اونجا نیست و به خاطر همین یکی از پلیسا به نام هکتور میرینه به ایگر شان و میگه تو ما رو مسخره خودت کردی، پس بهتره از اینجا گم شی و بری وگرنه بازداشتت میکنه. خلاصه شان مجبور میشه برگرده تو خاک آمریکا. به زمانی که وارد خونه خودش توی یه مزرعه میشه، میبینیم که زن و دخترش به خاطر دست خالی برگشتن شان حسابی ناراحت میشه. یکم بعد زنش خون سوزان میاد میشینه پیشه و شان هم چیزایی که دیده رو براش تعریف میکنه و اینجاست که سوزان میگه پلیسای مکزیک اکثرا فاسدن و به خاطر همین بهتره که از کنسولگری آمریکا کمک بگیریم. روز بعد مکس یکی از دوستای نزدیک شان میاد که بهش یه سر بزنه و اینجاست که ما از حرفاشون میفهمیم که اونا قبلا توی ارتش همرزم بوده و تازه شان یه سرهنگ بوده و همراه مکس به ماموریت‌های سختی فرستاده شده. اینجا مکس بعد فهمیدن گم شدن دختر شان ازش میخواد که بذاره باهاش به مکزیک بره، اما شان میگه بهتری تو همینجا بمونی، چون من سعی میکنم این موضوع رو بدون درگیری حل کنه. روز بعد شان به همراه پدر دوست دخترش میره پیش مسئول کنسولگری آمریکا تو خاک مکزیک و موضوع رو بهش گزارش میده، اما اینجا طرف بهشون میگه حقیقتش اینه که شما دارین بیهوده تلاش میکنی، چون اینجا یه کارتل مرگبار وجود داره که حتی پلیسا هم براشون کار میکنه. اون میگه هر کی که سر راه اون کارتل قرار بگیره فوراً دفلشو میاره و تازه همین چند هفته پیش یه پلیس با شرافت به اینجا منتقل شد و میخواست بساطشون رو جمع کنه، اما اون لاشیا ریختن تو خونش و خودش و زن و بچه‌شو قتل عام کردن. خلاصه سرکنسولگر آمریکا با حرفاشون دوتا پدر رو ناامید میکنه، چون میگه اون کارتل توی کار قاچاق دختری جوونه و به خاطر همین قدرت نفوذشون ما نمیتونیم به دخترتون کمک کنیم. روز بعد شان تمام رسانه‌ها رو خبر میکنه تا بیان تو مزرعه‌اش و توی یه برنامه تلویزیونی به صورت زنده به دخترش قول میده که به زودی نجاتش میده و این در حالی که همزمان ویکتور رهبر اون کارتل داره این برنامه رو میبینه. بعد از این اتفاق ویکتور وقتی آمار شام رو در میاره میفهمه اون یه ارتشی خفن بوده که توی دوران خدمتش چندین مدال افتخار گرفته و به خاطر همین میرینه به خودش و تصمیم میگیره که قبل اینکه شان اقدامی رو انجام بده خودش یه گروه بفرسته که دخلش رو بیاره. همون شب ویکتور اون دوتا پلیسه که یکیشون هکتور هست رو میگیره، چون اونا مسئول دزدیدن دخترها بودن و تو این مورد گند زدن، میزنه یکیشون رو میکشه و از هکتور میخواد که همراه برادر خودش کارلوس و تیمش بره و سر شان رو واسش بیاره. بعدش ویکتور به برادرش کارلوس دستور میده که بعد کشتن شان به خانواده‌اش از طرف کارتلشون یک بیانیه صادر کنه که همه بدونن اگه کسی با ما شاخ بشه، حتی اگه تو خاک آمریکا هم باشه، عاقبتش مرگه. روز بعد کارلوس و افرادش با 3 تا ماشین و به صورت مسلح از طریق یه تونل مخفی وارد خاک آمریکا میشن تا برن شان به خانواده‌اش رو قتل عام کنه. تا همین لحظه شان وقتی داره تو مزرعه‌اش سعی میکنه یه کارت رو شکار کنه، یه دفعه متوجه ماشینای مشکوک اون کارتر میشه و به خاطر همین فوراً از زن و دخترش میخواد که برن به طبقه بالای خونه مخفی بشن و بعدش هم خودش فوراً به سمت اون لاشیا تیراندازی میکنه و چند تاشون رو میکشه. یکم بعد افراد کارلوس بعد تیراندازی سنگین به سمت شان مجبورش میکنن که بره تو خونش و مخفی بشه، اما این در حالی که یه دفعه یکی از همسایه‌ها به پلیس محلی شنیدن صدای تیراندازی تو مزرعه شان رو خبر میده. بعدش تو مزرعه کارلوس افرادش رو به چند تا گروه تقسیم میکنه و میفرستدشون تو خونه شان، اما شان از طبقه بالا چند تاشون رو به درک واصل میکنه تا اینکه کارلوس اون پلیس هکتور رو مجبور میکنه که بره شان رو بگیره، اما خب اونم میوینه و شان یه تیر رو خالی میکنه تو مخش.
یک کمپر درگیری که بالا میمیره شان زن و دخترش رو میفرسته که از طریق پنجره از خونه برن بیرون، ولی تو همین لحظه اون پلیسه که میریسه به مزرعه یکی از افراد کالاس میبیندش و بهش تیراندازی میکنه. خلاصه کارلوس و افرادش هم میان و با پلیس درگیر میشن و شان هم موفق میشه از طریق پنجره بری پیش زن و دخترش و ازشون میخواد که برن توی گاراژ و با ماشینش از اونجا فرار کنه تا خودش بره و به اون پلیس کمک کنه. یک کم بعد شان وقتی میبینه که اون پلیس مادر مرده توسط افراد کارلوس به چاق میره، همراه زن و دخترش از اونجا میزنه به چاق، اما خب کارلوس و خودش بیچبالش نمیشن و با ماشین میافتن دنبالشون. بعدش موقع تعقیب و گریز شان وقتی میفهمه که ماشینشون داره نفسای آخرشون میکشه و اون داشتیا هم دارن دائما بهشون شدید میکنه، یه فکری به سرش میزن و به خاطر همریت فوراً میزنه دقت و ماشین کارلوس رو بره بار میده و افرادشون میکشه. اینجا کارلوس در حالی که حسابی زخمی شده جلوی شان به گوه خوردن میفته و میگه دختر توی مکزیک پیش برادرم ویکتوره، پس لطفاً منو نکش، ولی خب شان میزنه مخشو منفجر میکنه. بعد از این اتفاق شان از زن و دخترش میخواد که با ماشین کارلوس خودشونو به یه جای امن برسونه و بعدش هم خودش با رفیقش بک تماس میگیره و میگه حالا وقتشه که بهم کمک کنی. چند ساعت بعد مکس خودشو میرسونه پیش شان و بعد اینکه در جریان نقشه نجات دخترش قرار میگیره ما میفهمیم که مکس برعکس شان یک قاتل بیرحمه که عاشق شکنجه کردن افراد لاشیه. چند روز بعد اونا موفق میشن که تو خاک مکزیک مخفیگاه ویکتور رو پیدا کنه و زمانی که از دور اون مسیر نظر میگیرن میفهمن اون حرومی داره دائما دنبال برادرش کارلوس میگرده، چون چند روزی که ازش خبر نداره. خلاصه شان و مکس بعد برداشتن تجهیزات جنگیشون وارد اون ساختمون میشن و با استفاده از مهارت‌های نظامیشون موفق میشن که تعداد زیادی از محافظای امارت ویکتور رو بکشن و همین صدای شکل‌خواه باعث میشه که ویکتور با یه سری از نیروهای پیشش یه تماس فوری بگیره تا بریزن اونجا و ته اون دو نفر چرب کنه. بعدش طولی نمیکشه که مکس موفق میشه وارد اتاق ویکتور بشه و اینجا مکس بعد اینکه به ویکتور میگه من اسرائیلتم، ویکتور بهش میگه من اصلا تو رو نمیشناسم و باهات مشکلی ندارم. اما خب یه دفعه شان وارد اون اتاق میشه و ویکتور هم با دیدنش حسابی میرینه تو خوده. اینجا شان فوراً ویکتور رو میگیره زیر مشت و لگد و مذهبش رو میذاره لاپای سگوی خالخالی تیرارسفیف و اینجوری مجبورش میکنه که بهش بگه دخترش کجاست و اونم میگه دختر توی کلبه خارج از شهره. بله بالاخره گنگستری داستان اون سگ مادر به خطا رو با خودشون میبرن در اون کلبه و بعد کشتن نگهبانایی که داخلشن شان موفق میشه که دخترش و دوستش رو در حالی که سوراخ‌هاشون رو به آستین ژاکت پیرمرد تبدیل کردن پیدا کنه. بعدش ویکتور که میفهمه اون دخترها حالشون خوبه قبل رسیدن بقیه افراد ویکتور از اونجا میبرتشون بیرون، ولی مکس اونجا میمونه تا با دور انداختن اسلحه‌هاش با استفاده از یه چاقو سر ویکتور رو ببره. آخر داستانم میبینیم که صبح روز بعد مکس سر بریده شده ویکتور رو میذاره کنار یه زیارتگاه شیطان پرستی و همزمان هم میبینیم که شان دخترش رو برگردونده پیش خانواده‌اش و اونا با هم توی مزرعهشون خوش و خرم به زندگیشون ادامه میدن.